اینم داران بهشت. آقا امروز شنبه است، 12 خرداد، 4مین روزیه که ما خونه خاله ایناییم. هواپیمایی بود که دیروز داشت اون تبلیغ رو انجام میداد. امروز هم اینم رستوران صبحونه خوری، خیلی چیزای خوشمزه. 15 میلیون دلار مفت گذاشته بابا. گالری مجسمه سازی. من این پرچمه رو میبینم یا میخوام آتیش بزنم یا روش راه برم. برو ماشین چینی از این ماشین. هانتینگتون بیچ. هانتینگتون. اینو بگیرم دوبیرم این چرخی. عشق من فستن فیورس اومد. آقا تهران برای میدن. قبول هفت. طبقات درصد بین‌المللی والیبال ساحلی. من دهنگام گرفتن فال $1 به داخلت. موج سوارامونو ببینین چه حرفه‌ای موج سواری میکنن. ببین این عروسک چیه؟ خدایا اینا چی سوارن؟ ما چی سواریم؟ اینم شکار گربت. بکگری ایرونی میسو فرافرنس خوراک ماهیچه سوپ تبریزی کباب لقمه ماکو نادیه خوشمزه فرما باربیکیو میگو با سوسیس چرب به فریبا جون چه همه تو این فریبا جون میگی فیلم نمیگیری جای همتون خیلی خالیه. شدی بابا؟ سلام صبح بخیر. به شهر لابنیوس خوش اومدید. الان میریم به یک صبحانه بخوریم. فراموش نکنید www. بچه این داران بهشت نگاه کنید. به اینم داران بهشت. آقا امروز شنبه است، 12 خرداد، 4مین روزیه که ما خونه خاله ایناییم. الان فامیلامون هم ایرونی بودن. اینجا هم ساحلیه حسابی. البته امروز هوا یه نمور ابریه ولی میشه اینجوری مثلا با آسین کوتاه بیرون بوده. اینجوری نیستش که بگم مثلا خیلی گرمه و باید کاپشن بپوشیم، ولی خب اگه یه ذره گرمایی باشی مثل من این هوا الان عالیه، ولی اگه نه یه ذره مرمورت میشه دیگه، باید یه کاپشنی داشته باشی. آب از اینجا معلومه. به به. خب بیا اوریب بریم پس. اوریب بمونم وسط. میخوای یه کاری بکن هر کدوم یه طرف بریم اینا هنگ کنن. یکی اینوری بره یکی اونوری بره یکی زبدری بره. ما رسیدیم لب ساحل و دقیقا ساحل اونجاست. یه سری بازیای ساحلی هم میکنن. البته حالا میرم جلو همه رو فیلم میگیرم، ولی ما چون خیلی گشنمونه و صبحونه نزدیم چون اول بیاییم بریم یه صبحونه بخوریم تا از گشنگی فوت نکردیم، بعدش میریم لب ساحل و اونجا حالی بخوریم. از اون هواپیمایی بود که دیروز داشت اون تبلیغ رو انجام میداد، امروز هم اینجا هم هست. داشت همینجا واسه خودش میچرخید. تو آمدم فیلم بگیرم فرار کرد رفت. ولی خیلی جالبه که اینا تبلیغاشونو با هواپیما میچرخونن سطح شهر، مخصوصا رو ساحلاشون. هنوز هم تنبلا نیومدن، کلا دیر پا میشن از خواب فکر کنن. ما هم هیچ روزی زودتر از 12 هنوز به بعد از صبحونه‌مون نرسیدیم. یعنی اینجا مثلا مدل صبحونه ساعت فکر کنم 7-8 صبحی نیست. اینم رستوران صبحونه خوری، خیلی چیزای خوشمزه.
البته من که فعلا از این ساندویچ انتخاب کردم چیکن پستوه. اینو بزنم. چی بگیرم بالاخره؟ خب دیگه از اون فرانسه یه دونه از اون بگی یا دو تا اسمش چی؟ دو تا از پیشنهاد من این کیکه بود، به نظر خودم خیلی جذاب میاد. تو بقیه‌شون هم زیادی جذابن ولی یه دونه ببین از شما من هم کافی معمول. این صبحونه ببینید دقیقا همین دو تا ساندویچ، دو تا کیک، فکر کنم دو تا قهوه سفارش دادیم نه؟ شد $62. دیگه بی صدا آدم من فهمیدم ها. تسلا اولین ماشین چیز الکتریک دنیاست دیگه. نه دو تا مدل هم داره، یکی اس کلاسه، یکی سری 3 که سری 3 برای آدمای عادی که اومدن ارزون تر باشه، اس کلاسش اولین گرون ترینشه، اس یو وی هاش هم یه دونه چیز داره، یه دونه وای کلاس داره که اونم ارزونه اس یو وی شه و یک کلاس دیگه داره که $150,000 اون گرانشه. از که درش اینجوری خوشگله. آره اون خوشگله. این فرهنگ پیاده‌هاشون هم چقدر بامزه است. به محضی که میرسی اصلا کار نداره که چراغ هست چراغ نیست. به محضی که الان راننده آبر پیاده رو میبینه خودش وای میسته که تو بتونی رد چی. نه اعتراض میکنه نه چیزی. این نگاه کن الان چند تا ماشین اینجاست، دست رو بوق و فوش و اصلا این حرفام نیست اینجا. قفل فرمون. آره قفلو بکشه پایین، نفس کش بیا بینم. اصلا همچین چیزی وجود نداره. از ایران میتونی قفل فرمون باید. متاسفانه قفل فرمون نیستیم. آگهی اجاره است. چی فروشه؟ 11 میلیون. فروشه. $11 میلیون مفت گذاشته بابا. بابا لاتاری خریدی یا نه؟ من دیشب لاتاری خریدم، لاتاری من در اومد. گالری مجسمه سازیه. میان خود جلوی خودش، میان آدمه میاد جلوی خودش این از روش الگو برمی‌داره، بعد با خمیر درست می‌کنه، با کلی درست می‌کنه، بعد کستش می‌کنم با برنز. این اینجاست، یکی از اینجا. بعد اون شوهای سرکوسولایی که بهت گفتم همین آدم‌ها رو می‌بینی و این کاری که دارن می‌کنن، کاری که درست کرده رو اونا انجام میدم. It's not that the public could actually rent it. You can. Oh, you can. You can rent the space, yes. Okay. This happens to be just a family party out there today, but we do have... بعد از مجسمه اومدیم که این مغازه خوشگل. اینجا شیر مرغ جون آدمیزاد داره ها. پلاک ماشینه نه؟
نه که ماشین باز شده با تیکه always kiss me goodnight. آن یه لاگونا بیچی مرن درسته؟ من این پرچمه رو میبینم یا میخوام آتیش بزنم یا روش راه برم. حالا کی یه بار این کارو بکنم خدا میدونه. همون لحظه که داشتم من دیپورت میکردم. یعنی واقعا اینجا ساحلاشون خیلی دوست عزیز لامبورگینی رو شکار کرد. این ماشین چینی من از این قشنگ‌تره. من هرچی فکر میکنم مجدد صدات انتخاباتی آقای ترامپ. من یه ماشین خوشگله گفتم یه بار دیگه اسم این ساحل بگو. هانتینگتون بیچ. هانتینگتون بیچ. همون. هر چقدر تمرین میکنم هانتینگتون بیچ میشه آخرش. هانتینگتون بیچ. هانتینگتون بیچ. سباره. هانتینگتون بیچ. تونگ نیست. هانتینگتون. تونگ نیست. چیه؟ هانتینگتون بیچ. هانتینگتون بیچ. آفرین آفرین. در آوردم بالاخره کارو در آوردم. شما اینجایی؟ اما اصلا و پرتقال میخوام اینو بگیرم دوربینم نمیشه هرکی. این بانتا رو میگم من عاشقشونم. اینا این صدای بی‌نظیر از کجا بود؟ این بانتا کجا هست؟ یه اوه صدای ماشین خوشگل است. خیلی مزه. آقا اینم عشق من فستن فیورس اومد. این خودشه. اومدیم پارک کردیم. حالا میخوایم بریم این واحد انتخاباتی رو ببینیم چه خبره. خالی از لطف نیست. موتورهای زیبای خوش صدا رو هم بگیرم. عاشق موتورها و ماشیناشون. صدا رو گوش کن. خدایا اینا چی سوارن ما چی سواریم. این هارلی واقعیه. این هم هارلی واقعیه. این هم بالت تسلا بود که بالاخره دوستان دستگیرش کنم. ببین این عروسک چیه. میخوام بیارم با یکی از چینیایی که تو مملکتمون هست تاپ بزنم. مسافت جذاب. خیلی زشت خوبیه. این داستان بوق زدن یعنی طرفداری. بابا بیق بیق بیق. آره یکی ها که میرن طرفدار نیستن دیگه. اینا الان میریزن وسط چهارراه.
آره با آجا ها ترام برای میدن Stop stealing from the United States. یعنی چنگ از داره خوش میگذره اینجاست اینم یه هنرمند خیابونی The smoke the room. No telling how many times that I've cried, how many tears that I've cried, telling my poor mama she'll come back someday. Oh, I'll be alright. یه جوجوه کوچولو چقدر کوچولوه واقعا دستاشو اینجوری هم گذاشته مسابقات در سطح بین‌المللی والیبال ساحلی کسی مرسواری نمی‌کنه من جلو مرسواری پاراسل دیدم ولی مرسواری نه واقعا بدتره من Caught up in a daydream. I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, خیلی هم ورزش سختیه روی این مقصد روشه موج سوارامونو ببینید چه حرفه‌ای موج سواری میکنن کردم ازشون نتونستم بیام بالا دو سال موج واقعا جا خالی داشتن همینو گفتم میگی 2 ساعت به دست میزنه فقط این دوست عزیزمونه الان میخواد فالو بگیره از کجا میخوای فالو بگیری؟ فرایند انجام گرفتن فال 1 دورال به داخل دست این تقلبی بود شدی خاله اینه از اینکه لواش بپره نمیتونم بزنم توی این من هرچی $100 داغون داشتم دارم میکنم تو بلپاچه اینا خاله بخون ببینیم چی نوشته ما که فالمون گرفت ساحل کوچولویی هم هست خیلی کلاهی کجاست بابا خدا وکیلی مطلقی ما کجا اینجا کجا کسی
choice. چیا داره شدی خاله اینجا؟ یه بقالی ایرانی بوده. اوه بقالی ایرانی. اولسون چویس در شهر ایرواین. اینا گلاشون هم اینجوریه ببینیم. چه انگیزه با مزه است. شدی خاله الان این زده 99 یعنی چی؟ 99 سنت. آها یعنی 1 کیلو گوجه فرنگی 99 سنت؟ نه نیم کیلو. نیم کیلو گوجه 99 سنت. آها پودر فلفل چیلی، پاپریکا، فلفل، کنجد. مشکلمون گوجه فرنگی بود فکر کنم فقط. سریع پیچیدیم تو فروشگاه گوجه فرنگی رو خریدیم. نباشین دیگه غربت نمیگیردتون، میتونین بیا اینجا خریداتون رو بکنید راحت. البته گلمو یه سبزی همراه با یه چیزی هم داشت نمیدونم چیه. توپو بدون کتلت، توپو سیب زمینی. این کتلت چیه؟ این شکلیه. چه نون سنگقی بامزه ای البته. مرغ این همون کرگردنه ها. خورما رو علف‌پلو با خورما و کشمش، زرش پلو، ولی بلد نبودم درست کنم تو بیا پلو. این چیه؟ ماهیه فکر میکنم اون قزلالا. پرشین فود فیشه، بیت فیش. احتمالاً یه چیزی نمیدونم شبیه چی درست کردن. ترچین، کوفته، عدسی، سوپی، چیکن نودل، آلوشته. چه آبودونش هست هوا. نون برنجی هم اینجا هست نگران نباشید. سوپ سمبوسه فلافل، خوراک ماهیچه، کوفته تبریزی، کباب لقمه، ماکارونی، مرغ زعفرانی، کشک بادمجون، بابا چی؟ قنوش. کجاییه؟ میگم مال عربا ولی ما خودمون درست ساندویچ زبانم شما یه کاری میکنی ایرونی ها اصلا احساس غربت نکنن اینجا. من قیمنسار به به بی نظیر این فیوریت منه. حیف که ما الان مهمونیم بگنه حتما اینجا من قیمنسار رو میزدم. بکن ما میریم جمعه بازار فقط به خاطر قیمنسارش. قنادی خوشمزه ماکارون داره، رولت مقامه‌ای، شله زرد، حلوا، ناپلونی، پرما باربیکیو، میگو با سوسیس چرب. اونه فریبا جون چه همه دون قالی این میگوه سوسیس خوشمزه. بگو خالی جون. سلام دوستان، ما الان تو خونه فریبا جون هستیم. خیلی داره خوب شیرینی پله هاشو داره ما باربیکیوشو دیگه ما سرو شدیم با تدیگه فسنجون، تدیگه قیمه و سبزیجات، خرچنگ دریایی، ملخ دریایی اینم آماسو داریم، آماسه آماسن
این فریبا جو هم میگی فیلم نمیگیری جای همتون خیلی خالیه. فریبا جو اینو میفرستیم برای هدا، فریبرز، برای نرمین، عطا، شراره، آدرینا، تاها، فاطمه، دایان، آقا محسن. اینم چهره محبوب ما سرکار. اینم داماد ها. این پیرمردم دامادتونه. داماد پیرمرد. پارسا پیروزفر، ستار، همه خوشتیپای ایران. مکدونالد. بیسکته مغازه به نام کاسکو که باید حق عضویت سالیانه بدید. خرید 24 تا تیکه لباس ناقابل $373. گلاب کاشونه چانه شمارهای وزارت اسلامیه. تابلوی برنج. حالا من از این شیلنگای دستشویی بخرم بذارم تو کیفم هر دو برم میتونم نصب کنم. جریان باشیم ما داریم فردا صبح میریم لاس وگاس. با نحوه تکنولوژی